اگر در وطنمون جای کار می بود، در کشورمون شرایط می بود، من باور ندارم که یگان نفر وزیر، پرزیدنت، وکیل، رئیس این اجاره‌کار ملت است. Особая благодарность России и Республике Татарстан от имени таджикистанцев, которые работают, живут на этой земле. Вначале я хотел бы попросить кого-нибудь из наших братьев прочитать нам несколько аятов из Священного Корана, что им посвятили эти аяты погибшим в авиакатастрофе. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله تعالى. خداوند روحشان را شاد بگرداند و گذشته های ما و شما را هم رحمت کند. برادران عزیز، میدونم که فرصت خیلی تنگ است و شما هم بعد از کار خسته شدید آمدید. این فرصت ها را خوب استفاده بریم و سفر ما به جمهوری تتارستان برای شرکت در یک کنفرانس بین المللی در موضوع اینتگراسیون اقتصادی در یوراسیا است و ما همچون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از طرف خدمات فدرالی روسیه و حکومت تتارستان برای شرکت در این کنفرانس دعوت شدیم و بار دیگر با استفاده از این فرصت تشکر میگم به تشکیل کنندگان این کنفرانس و این خودش یک پدیده بسیار خوب است که
جمهوری تاجیکستان برای فدراسیون روسیه در مجموع یک کشوری دوست است که ما را با هم میشناسند و هم با حکومت جمهوری تاجیکستان همکاری خوب دارند، هم با پارلمان، هم با مردم، با حزب‌های سیاسی. و خوب است که حکومت روسیه فدراتیوی تاجیکستان را به 2 یا 3 قسم جدا نمی‌کند، همه را تاجیک و همه را شهروند یک کشور می‌داند. و ما انشاءالله 2 روز در این کنفرانس خواهیم بود و از این فرصت استفاده بردیم که یک نشست با هموطنان خودمون داشته باشیم و بسیار خوب است که ما را در این سفر همراهی میکنند داملو نعیم جان سمیوف از ولایت سوخت که ایشون مسئول حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت سوخت هستند. اگر داملو جلال الدین همینجا همراه ما بودند، مشاوری ما در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم هستند. برادرمون منصور جان از ولایت سوخت یکی از رئیس کمیسیون تأسیساتی حزب ما در شهر خوجند هستند و ما همراه در شهر بیشکک 2 روز در کنفرانس بین المللی بیداری اسلامی حضور داشتیم و همراه آمدیم به شهر قزان برای من در کنفرانس بین المللی شرکت میکنم. دوستان در این شهر با هموطنان ملاقات انجام خواهند داد. بعداً انشاءالله که به شهر مسکو برای 1-2 ملاقات دیگر با هموطنان می رویم و می گردیم به کشور. ما هر جایی که سفر کنیم با هر دعوت رسمی هست یا کنفرانس هست، یکی از وظیفه‌های خود می دانم همیشه که در خارجه دور و نزدیک با هموطنان صحبت کنم و خدا را شکر میگم که ملاقات دومی ما در شهر قزان با هموطنان است. سال 2008 ما یک جا با داملو آماده بودیم، ملاقات‌های بسیار خوب با هموطنان داشتیم و با استفاده از فرصت هم برای اون ملاقات‌های گذشته، همکاری‌های گذشته با دیاسپورای تاجیکان، جمعیت تاجیکان تترستان تشکر خود را بیان میکنم به برادر کامل جان که اون وقت مسئولیت رو داشتند و حالا هم به برادرمون حکمت الله و همه رهبریت اتحاد تاجیکان تترستان مینداری خود و هیئت را بیان میکنم که این گونه چاره‌بینی ها را تشکیل میکنه تا اینکه ارتباط هموطنان با سیاستمداران، مسئولین و نمایندگان کشورمون بیشتر باشد. ما هر چقدر با هم نزدیک باشیم همون قدر تأثیر دارد بالای این هموطنداران اینجا. ما هر چقدر از یکدیگر دور باشیم اینا هم با ما مناسبتشون تغییر خواهد کرد، چون نزدیک بودن ما با یکدیگر، حزب و حرکت‌های سیاسی با حکومت جمهوری تاجیکستان و نشان دادن به این دوستان که ما با وجود همه اختلاف نظرهایمان در مسائل ملی، دولتی و منفعت‌های ملی با هم هستیم، بالا اینها هم تأثیر می‌رساند و اینها می‌بینند که ملت تاجیک ملت یگانه هست و اگر اختلاف هم دارند، مشکلی هم دارند در داخل، در خارج با هم هستند. بنابر همین ما باید تلاش کنیم که در آینده هم نوابسته از آن که کی به اینجا می آید، نماینده کدام حزب است، آیا در حکومت کار میکند یا نمیکند، یک داملا هست، یک شاعر هست، سیاستمدار هست، باید با هم دوست بود، با هم همکاری کرد، ملاقات کرد تا اینکه واقعیت کشور را ما به دوستانمون در فدراسیون روسیه به طور مثبت نشان دهیم. بنابراین بار دیگر تشکر به همتون، اکه حکمت الله، اکه کامل جان و همه مسئولینی که هستند برای این همکاری ها. پیش از آن که فرصت به دوستان داده شود که سوال های خود را بدهند، ملاحظه های خود را به ما بگویند و من خواهش میکنم که فعال باشن، حتما بگویند، چون ما هم هر روز فرصت نداریم که بیایم در قزان یا شهرهای دیگر با شما ملاقات کنیم. من میدونم که بسیار گفتنی ها دارید، بسیار با ما هم شکایت ها دارید، با ما را هم تنقیدهای زیاد میکنه در مطبوعات و در رسانه‌های خبری، ولی من میخواهم که این حرفا از نزدیک گفته شوند و ما هم قدر امکان کوشش میکنیم جواب بدهیم. پیش از این صحبت‌های شما و سوال و جواب چند نکته رو میخواستم به طور عمومی خدمتتون عرض کنم. اول اینکه شما برادران عزیز به کشور فدراسیون روسیه برای پیدا کردن جای کار و زندگی بهتر آمدید. این رو باید واقعیت ها رو گفت. اگر در وطنمون جای کار می بود، در کشورمون شرایط می بود، من باور ندارم که یگان نفر آماده باشد که وطنش را خش و تبار
فرزندان پدر و مادر رو ترک کند بیاد در کشور دیگر برای کار و زندگی. فقط برای خواندن ممکن، اونم برای آینده. مثلا یک نفر میراد 5 سال 10 سال در خارج تحصیل میکند، ولی یا خدمت دولتی باشد کماندیروش میراد، ولی برای زندگی کردن یا راضی شدن در یک شرایطی سخت و دشوار تنها کسی میرود که در وطنش چنین شرایط رو نداشت. این واقعیت تاجیکستان است که نمیتوانیم امروز در کشورمان همه را با جای کار و زندگی بهتر تأمین کنیم. یک گروه برای پیدا کردن جای کار میان، تقریبا 80% هموطنان مهاجر ما برای جای کار میآیند، ولی هستند متاسفانه یک گروه دیگر هم که هجرت میکنند به خاطر دشواری های کار نه و به خاطر آزادی های بیشتر. و من دو روز پیش در بیشکک بودیم. بیشکک کشوری همسایه ما هست، در اونجا هم جای کار زیاد نیست، مردم قرغیز خودشون به روسیه برای پیدا کردن کار میآیند. ولی من سفر قبلیم به بیشکک شماره کمی تاجیکان بود، حالا رفتیم صدها نفر زیادتر شدن. در ملاقاتی که در یکی از آشخانه های تاجیکی داشتیم مردم پر بود دیگر. شاعر آمده است، سرودخوان آمده است، ملا آمده است و دانشجو هم آمده است، نه برای خواندن بلکه برای مثلا یکم فشار. این مرا کمتر نگران کرد که الکی پیشتر اگر میگراتسیای ما بیشتر خاراکتر سوسیال نداشت، خاراکتری اجتماعی داشت برای جای کار، الکی میگراتسیای ما خاراکتری سیاسی و حقوقی هم پیدا کرده است. من یک جوان بسیار خوبی دانشمند پیشم آمد در گستینسه سیرین دوشنبه، جانشینی مدیر کار میکرده است یا چیزه. من یک بار دیده بودمش در همون گستینسه خدمت کرده بود. گفتم در اینجا چی کار میکنی؟ گفت که دیگر طاقت کردن نتونستم، فشار بالام زیاد شد چون من دیدگاه اپوزیسیونی داشتم و مجبور شدم وطن رو ترک کنم. این خیلی سیگنالی بد است که الکی در قطار مهاجرت کاری، مهاجرت سیاسی و از لحاظ حقوقی پیدا شده است. همون 5 سال پیش هم وقتی که من اومده بودم در قزان با یک خواهر نزدی من اومده بود، دوملا اگر یادشون باشد، یک خواهر اومده بود، ملاقات کردیم. گفت که من در اونجا کاری خوب داشتم، همه شرایطم خوب بود، با 3 دخترم اومدم تترستان هجرت کردم برای آنکه دخترانم معلومات عالی گیرند ولی با حجابشون باشند. در وطنم در تاجیکستانم دوملا مرحمت کنید بفرمایید. در کشور خودم من باید از بین دو یکی رو انتخاب میکردم، یا دخترم به معلومات عالی میموند، هر 3 دخترم دانشگاه تحصیل نمیکرد، یا از بحر حجاب میگذشت. من مجبور شدم که 3 دخترم رو بردارم و بیام به تترستان و این قزان تا اینکه در اینجا هم دانشگاه تمام کند، متخصصی آینده شود، هم ارزش‌های اسلامی خود رو رعایت کند و حفظ کرده باشد. این 5 سال پیش بود، 2008. ولی حالا میبینم که شماره این گونه مهاجرین هم افزوده ایستاده است، چون به من گفتن که در اینجا نماینده‌های مقامات خدمات مهاجرت هم هستند. من این معلومات ها رو تحلیل ها رو برای اون کردم که تحلیل کرده شود که از لحاظ صفت و ترکیب استرکتور مهاجرت ما چگونه شکل ها دارد. ولی فرق نمیکند ما مهاجرت کاری میآییم، مهاجرت سیاسی میآییم، برای خواندن میآییم، اینجا هجرت است. و اول اینکه در نزد در اسلام، دین مبین اسلام، مهاجر یک جایگاه خاص دارد. من نمیخوام، اکثر شما اینجا اهل علم هستید، اکثرتون خودتون مطالعه دارید، نمیخوام در این موضوع زیاد صحبت کنم که قرآن و پیامبر اکرم درباره هجرت چی گفته است، چی جایگاهی دارد. ولی همونه که شما نیت کردید برای پیدا کردن رزق برای خودتون و خانواده‌تون، الکی این نیت شما همچون یک کاری ثواب ثبت شد. انما الاعمال بالنیات، یعنی عمل‌های انسان بها داده میشد از روی نیتش. شما که نیت کسب رزق حلال داشتید، این الکی عبادت است. حالا که ما ده ها روایت دیگر داریم درباره هجرت و جایگاه مهاجر. ولی بسیاری ها این نیت نیک را، این کار خیر را که مالامال از ثواب هست، از نیتتان شروع کرده تا قدم، تا آمدن به جای
هجرت و فعالیتتون این همش ثواب است. بعضی ها متاسفانه این یک عملی ثواب و نیک را با رفتارهای نامناسب تبدیل میدین به گناه، به جای ثواب گرفتن گناه میگیرن. و من خدا را شکر میگم که در تمام نشان دهنده های آماری استاتستیکی شماره جنایت ها از طرف مهاجرین تاجیک در مقایسه با دیگر ملت ها کمتر است. اگرچه در مطبوعات بیشتر وقتی که مهاجر میگن چهره تاجیک را نشان میدهند و کلمه میگرانت یا مهاجر با کلمه تاجیک قریب هم معنا یعنی سینونیم شده است. اگر در اساس فکت و رقم ها ما تحلیل کنیم میبینیم که تاجیکان از همه قانونشکنی کمتر کردند. این خودش بیانگر اون است که خدا را شکر هموطنان ما بیشتر در چارچوب قانون و فرهنگ ملی و اسلامی کار میکنند. ما باید یک نکته را اعتراف کنیم هممون که امروز کلمه مهاجری تاجیک یا عموما تاجیک و مهاجر با در معنای منفیش دیگه قریب که هم معنا شدن، سینونیم شدن. خیلی بد است که رسانه‌های خبری اکثرا وقتی که درباره مهاجرین گپ میزنن، میگرانت ها گپ میزنن، حتما در اونجا نامی چند تا از ملت‌های آسیای مرکزی بخصوص تاجیکان رو میارن. این از یک طرف نتیجه کاری غرضناک بعضی رسانه‌های خبری هست، از طرف دیگر شاید که رفتار بعضی هموطنان ما هم تاثیر رسانده باشد. دیشب وقتی که ما با دوستان خوراک شام می‌خوردیم، خودی هموطنان قصه ها کردن که چگونه برادران و خواهران تاجیک ما در تتارستان و من در فدراسیون روسیه با رفتارهای خود در ذهن وطنداران اینجا فکری منفی به وجود میارن درباره تاجیکستان و تاجیکان. ما اکنون باید اینجا دیگه دیگر رو تعریف نکنیم، باید آشکار گپ بزنیم. دل من راستیگه بسیار میسوزد، دل هر کدام شما میسوزد که در خارج میخوایم که وطن ما رو تعریف کنن، تاجیکان رو تعریف کنن، مسلمانان رو تعریف کنن، ولی رفتار بعضی از دوستان متاسفانه باعث آن میشود که ما را بیشتر تنقید کنن. بعضی دوستان وقتی که خارج می آیند در اینجا آزادی های بیشتر است. باید اعتراف کنیم که در مقایسه با وطن های ما در روسیه آزادی های بیشتر است. در مقایسه با اروپا در البته اونجا باز آزادی بیشتر است. مردم از آسیای مرکزی هجرت میکنند به روسیه، مردم روسیه هجرت میکنند به اروپا. دیروز من از ماکسیم شفچنکو یک جمله بسیار کوتاه خواندم. در یک جا گفته است که بعضی از ملت پرستان ما میخواهند روسیه را از میگرانت ها تازه کنن و بعد خودشون روان در اروپا زندگی کنن. مادامی که روسیه را از میگرانت ها تازه میکنین، خودتون چرا اروپا میروید؟ بیستید زندگی کنید اینجا. خودتون اروپا میروید ولی نمیخواید که دیگران اینجا بیان. در روسیه کی زندگی میکند؟ کی کار میکند؟ ولی ببینید آزادی اینجا بیشتر است، مردم ما میآیند، یک کمی سوء استفاده هم میشود. من دیروز یک قصه رو شنیدم، میخوام این رو بار دیگر به شما خاطر رسان کنم که وقتی که اینجا میآید روسا یک ضرب المثل دارن که чужой монастырь со своим уставом не ходит. به عبادتگاهی بیگانه با کتاب مقدس خودتون رفتن هیچ معنی ندارد. خب اگر که میخوای که کتاب مقدس خودت یا که آیین خودت عملی کنی، در عبادتگاه خودت این کارو کن. از وطن خود هجرت میکنن میان در اینجا فرهنگ مردم، اعتقادات مردم، اخلاق مردم رو به نظر نمیگیرن. کارهای میکنن، لباسهای میپوشن، رفتارهای میکنن که مردم محلی کمی ناراحت میشوند و مجبور میشوند که علیه ملت ما، علیه مهاجرین ما اقدامهای یا که واکنشهای منفی کنن. وقتی که در وطن خودت این شکل لباس پوشی رو حق نداری، امکانیت نداری، چی ضرورت داره که در این جامعه با همون شکل لباس مردم رو ناراحت میکنی؟ باید که آمدی اگر شرایط رو به نظر گرفتن در کار، زمان رو به نظر گرفتن در کار. و این یکی از اسلوبی دعوت است، دعوت اسلامی هست. اونایی که میگن که ما میایم اینجا دعوت اسلامی میکنیم، مردم رو دین میآموزونیم، ولی اصلی یا حکمتی دعوت را به نظر نمیگیرند، پس اونها دعوت اسلامی نکردند. پروردگار در آیه کریمه تاکید میکند که استعیذ بالله ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه.
به سوی پروردگارت با حکمت و با موعظه حسنه، یعنی با سخن نیک دعوت کن، مردم رو بخوان. ببینید که حکمت رو پیش از سخن نیک گذاشته است خداوند در قرآن و این درست شرط اساسی دعوت. اگر که شما آمدید با مردم اینجا با زبان خودش صحبت نکردید، با فرهنگ خودش صحبت نکردید، پس شما حکمت رو رعایت نکردید، موعظه حسنه رو رعایت نکردید. چگونه شما میگویید که من داعی اسلامی هستم، من دعوتچی هستم، من مبلغ هستم، میخوام مردم رو اسلام بیاموزم؟ برعکس شما مردم رو از اسلام بیرون میکنید، نفرت مردم رو زیاد میکنید. و من چون در اینجا میبینم در تالار اکثر جوانان و برادران استادانی هستند که خب با ما با شکل ارتباط دارند و یک علاقه عقیدتی و ایمانی بین ما هست. من این خواهش رو از یکایک شما دارم، همچون برادرتون، که شرایط اینجا رو به نظر بگیرید. چون من خودم چند سال 7 سال در روسیه زندگی کردم، اکادمی رو در مسکو تمام کردم و مشغول دعوت اسلامی و کار اسلامی هم بودیم در مسکو. کارهای زیادی رو با برادران مسلمان انجام دادیم. این وضعیت رو، این شرایط رو خودم تا حد شناس هستم. و نکته دیگر این است که باید ما و شما قانونهای این کشور را در برابر فرهنگشان و رسم و آیینشان، قانونهایشان را هم همون طوری که خود شهروندان اینها رعایت میکنند رعایت کنیم و حتی بیشتر از اینها، حتی بیشتر از خود شهروندان روسیه و ساکنان اینجا، چون توجه بالای ما و شما بیشتر است. فضا را طور ساختند رسانه‌های خبری که هر یک آدمی موسیاه یا از چهرهش معلوم باشد که زاده آسیای مرکزی یا منطقه‌های دیگر است، الکی شما یک انسان شبهناک هستید. این عیب نه میلیسه اینجا است، نه مسئول خدمات مهاجرت است یا کارمندان جنی است. فضا را چنین ساختند. حتی در وطن خودمان هم وقتی که یک نفر اگر با یک لباس دیگر بیاید، مثلا یک جوان ریشدار و تاقی سفید داشته باشد و جیلک یا جامه پوشیده باشد، حتی میلیسیونر خودمان هم با شبهه نگاهش میکنند، چه رسد به میلیسیونر روسیه یا جای دیگر. فضا را مطبوعات ساخت است. از لباس مسلمانی، از چهره مسلمانی قریب یک جنایتکار تراشیدن. ما باید این رو به نظر بگیریم. توجه بالای ما و شما زیاد است. برای این من خواهش میکردم که قانونهای این کشور رو از دیگران بیشتر باید رعایت کرد. خیلی جای تاسف است که هموطنان ما قبل از آن که بیایند به روسیه با قانونگذاری این کشور شناس نمیشوند، با رسم و آیین این کشور شناس نمیشوند. بسیار خوب میبود. ما حتما این رو البته بارها گفتیم در صحبت‌هایمان، ولی در آینده هم خواهیم برداشت. اینجا دوستان ما از مقامات مسئول هستند و کارهای هم کرده ایستادن. انصافا باید اعتراف کنیم، کارهای هم کرده ایستادن که مهاجرین ما رو قبل از فرستادن به روسیه باید آماده کنن، هم از لحاظ پروفسیا، یعنی تخصص، و هم شناس کنن. اقلا 2 هفته 3 هفته آنها رو با نقطه های اساسی فرهنگی این مردم، قانون های این مردم شناس کنن که در ایرپورت اومد چگونه رفتار کنند، با مردم در مترو، در کوچه چگونه باید رفتار کنند، بلند خندیدن، بلند با تلفن صحبت کردن، در جایهای جمعیتی از تلفن استفاده کردن ممنوع هست، بی‌آدابی هست، خلاف فرهنگ هست در همه جا، در همه کشور. درست است که در کشورهای ما عادت کرده ایم، اونجا هم خوب نیست، اونجا هم خلاف عادت هست، ولی خب متاسفانه عادت شده است، مردم این کار انجام میدن. ولی در اروپا، در روسیه، در دیگر جاها این رو باید بیشتر رعایت کرد. برای همین ما یک از وظیفه‌های خود میدونیم که مردم رو همیشه تاکید کنیم و خواهش کنیم که قانون‌های کشوری موجود را رعایت کنند تا اینکه هم خودشون رو از مصیبت نجات دهند، هم خدمت به ملت کنند. درست است که کشور ما سفیر دارد در روسیه، درست است که کنسول دارد، ده ها نمایندگان ساختارهای گوناگون دارد. هر کدام اینا مسئولن که هم منفعت‌های کشور و ملت رو حمایت کنند، هم ملت رو معرفی کنند در نزد مسئولین این کشور. ولی فراموش نکنید که هر کدام شما در برابر این سفیر هستید. من این رو به یگان مبالغه میگم، چون که مردم روس و مردم تاتار با نماینده رسمی کشور ما همش صحبت کردن نمیتوند
تا اینکه بداند که تاجیک‌ها چگونه‌اند، چی فکر دارند. با اینتلیجنسیای ما صحبت کردن نمیتوند. اینتلیجنسیای ما که در اینجا زندگی میکند، کار میکند، یا سفیر و کنسول و دیگر مسئولین زیاد در بازار نیستند، در مترو نیستند، فقط اداره‌ها میروند میآیند. ولی مردم روسیه شما را میبیند، در بازار و در کوچه و در جای کار، در همه جا شما را میبیند. سفیر واقعی کشور ما شما هستید. اینا سفیرای رسمی هستند، دیپلمات‌های کسبی هستند، ولی ملت رو معرفی کننده شما هستید. مسئولیت داره در پیش ملت، مسئولیت داره در پیش اسلام. شما دو مسئولیت دارید، یکی مسئولیت ملی شهروندیتون، یکی مسئولیت اسلامیتون. اگر رفتار خوب اسلامی کردید، مسیحی‌ها، یهودی‌ها، حتی مسلمانان مقیم اینجا هم میگن ببینید اسلام چقدر دینی زیباست، مسلمان رو چگونه تربیت میکند که یک جوانی با آداب، با فرهنگ، لباسهای پاک و پاکیزه و همش شینم. پس مسلمانی همین است. چرا ما نسبت اسلام و مسلمان ها نفرت پیدا کنیم؟ اگر شما همچون تاجیک رفتار خوب کردید، عیناً همین گونه بهای مثبت نسبت ملت داده می شود که یک تاجیک نه اونی هست که گلوستیان در تلویزیون نشان میدهد یا دیگر مسخره بازان یا که دیگر ژورنالیستان که در مطبوعات و تلویزیون نشان میدهند، بلکه تاجیک واقعی اون است که من دیده ایستادم. پس این مسئولیت هر یکی ما و شما است که در جای خودمون، در مکان زیستمون، مکان کارمون، ملت رو و دین مبینمون رو معرفی کنیم. نکته سوم، البته شما اکثریت حتما سوال خواهید داد، من میدونم این رو و وظیفه ما هم هست، چون مسئولیت اساسی ما رهبریت حزب سیاسی است. نماینده مردم در پارلمان از نام حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هستیم و حتما که در این باره هم صحبت ها می شود. باید گپ زنیم به مردم، روشن سازیم پهلوی این مسئله ها رو، چون می بینم که در رسانه های خبری خیلی بحث ها زیادند و بعضی ها رفتار حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رو مثبت می دونن، تعریف هم نکنن، اقلا به طرف می ایستن، حالا قریب دیگه هیچ کس تعریف نمیکند. بعضی دیگر خیلی هم تنقید میکنن، بعضی انصاف میکنن و رحم میکنن، تنقیدی سبوک، ولی بعضی دیگر خیلی هم شدیداً تنقید میکنن. ما از اول میدونیم که در سیاست همین از قاعدش، شما که در وارد میدان سیاست شدید تنقید هم هست، تعریف هم هست، بعضی ها قبول میکنن، بعضی ها قبول ندارن، ولی نهضت اسلامی تاجیکستان از اول سیاستش میانگرایی یا وسطیت، اعتدال بود. این یک معیار قرآنی هست. این رو نه استاد نوری خداوند جاش جنت کند و نه استاد همت‌زاده فکر کرده برآوردن، نه کبیری کرده است، نه داملو نعیم جان هیچ کس کرده. این قاعده قرآنی هست که مسلمان باید در کجا قرار بگیرد؟ در بین، معتدل باشد. استعیذ بالله و کذالک جعلناکم امة وسطا لتكون الشهداء على الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. این آیه کریمه برای ما قاعده بسیار خوب است. خداوند در اینجا میگه که ما شما را یک امتی بین آفریدیم. در یک طرفتون مثلا دین‌های دیگر است، ملت‌های دیگر هستند، در طرف راستتون، در طرف چپتون هم باز ملت‌های و دین‌های دیگری هست که هر کدامشون یک سیاست‌های دارن، گفتنی‌های دارن، عقیده‌های دارن، ولی ما شما را در وسط آفریدیم، امتی وسط. برای چی؟ برای اینکه شاهدی بدهید به دیگران. کی شاهدی داده میتوند فردا روز قیامت که این آدم خوب بود یا بد؟ آدمی که عادل باشد، معتدل باشد، افراطگرا نباشد. برای چی میگن که قاضی باید آدمی چی باشد؟ احساساتی نباشد. یک قاعده است در فقه، هر کس نمیتواند قاضی باشد، احساساتی نباشد، عادل باشد. همچنین فردا روز قیامت شهادت هر کس قبول نیست. حتی در همین دنیا هم در سود شهادت آدمی دروغگو یا آدمی که غرضناک صحبت میکند قبول نیست. شما هم شاهد دیگران باشید فردا روز قیامت و پیامبر هم شاهد شما باشد. پس این قاعده قرآنی است. نهضت اسلامی تاجیکستان هم طبق این قاعده رفتار میکند. همین است که ما را از چپ و از راست تنقید میکنن. طرف چپ هم تنقید میکند، طرف راست هم. حالا نمیدونم که در چپ و راستی ما حکومت مثلا در چپ است یا در راست. خب بگیم که حکومت در راستمون است و با بعضی اپوزیسیون‌های از ما سخت‌تر در چپ ما هست.
بعضی دوستان در حکومت میگن که نهضت اسلامی تاجیکستان خب یا حزب اپوزیسیون است و فقط تنقید میکند. یعنی اینا آدمانی چندان خوب نیستند که سیاست های حکومت رو جانبداری نمیکنن و از حکومت تعریف نمیکنن، همه وقت گاه گاه تنقید میکنن، مخالفت میکنن، صدا بلند میکنن. اونا هم ناراحتن، ما رو تنقید میکنن. یک گروه دیگر از چپ ما ایستادن، اینها ما رو تنقید میکنن برای آنکه ما حکومت رو سخت تنقید نمیکنیم. میگن که اینا فروخته شده حکومتن، یا برای مال و منصبشون تلاش میکنن، یا یگان تجارت دارن، یا میترسند. حکومت رو تنقید نکرده ایستادن. مثلا میگن خودش نامزد نشد. برای چی نامزد نشد؟ رقابت نکرد با پرزیدنت. برای میگن یا ترسید، یا برای مال و پولش، یا برای منصبش، یا یگان تجارت دیگر، یگان مصلحت دیگری داشت. بنابر همین هر کسی که در وسط قرار دارد باید بداند که در دو طرفش هستن انسان ها و همیشه موردی تنقید قرار خواهد گرفت. ولی ما با همون استواری که از اول نهضت آمده است تا امروز هست، در آینده ان شاء الله خواهد بود، این راه خود را، سیاست خود را ادامه خواهیم داد. برای ما یک چند معیار هست. اول قاعده عمومی داریم که وسطیت، معتدل بودن. بعداً برای ما راست دیگه چندان مهم نیست که حکومت چی میگه درباره ما. مثلا یک گروه از برادران در اپوزیسیون چی میگن. برای ما مهم چند معیار است. یکی رضای خدا، که خداوند از ما راضی باشد. دوم رضای ملت، ملت در مجموع. من وقتی که ملت میگم این حکومتداران و بعضی آدمان بسیار سرشون گرم رو در نظر ندارم. اینا یک قسمی از ملت هستند، همه ملت نیستند. ملت خیلی مفهومی وسیع‌تر است. سوم منفعت‌های دولت و ملتمون، که ما وقتی می‌بینیم که منفعت ملت و دولتمون در چی هست، در کجا هست، اگر لازم دونیم که حکومت رو باید تنقید کنیم برای که خطا کرده شده است، تنقیدش میکنیم، چون منفعت ملت دولت در همین است. یا اگر جای لازم باشد که تعریفش کنیم کاری خوب کرده شده است، میگیم کاری خوب کرد، چرا تعریف نکنیم؟ من میتونم خب اگر این قاعده عمومی و معیارهای عمومی رو به شما اگر گفته باشم، یک چند مثال میارم که این جنبه عملیش هم نشان دهیم. ما از حکومت بسیار تنقید میکنیم، تنقیدهای گاه وقت شدیداً سخت میکنیم و آشکار میگیم. یک چند پرابلم است. یکیش این پرابلم مهاجرت. باید اعتراف کنیم که دولتی که در آن 50% اهالی کارشایمش در خارج کشور هست، این الکی پرابلم است، این الکی بحران است. من بارها گفتم که دیگر تاجیکستان را نباید کشوری اگراری گویند، چون در همه تحلیل ها تاجیکستان رو میگن کشوری اگراری است. برای چی؟ برای اینکه 70% اهالی ما در قشلاق زندگی میکنند، مشغول به کارهای خواجگی قشلاق است. ولی این معیار نیست که اگر 70% مردم در خواجگی قشلاق کار میکند گویا که این کشوری اگراری باشد. ما باید نگاه کنیم که چند درصدی درآمدی مردم از کدام ساحه است. گالند یک 70-80% مردمش در شهر زندگی میکند، ولی گالند یک کشوری اگراری است. برای چی؟ برای اکثریت درآمدی مردم از گل پروری و مال پروری و از رستنی پروری است. این کشور رو میشود کشوری اگراری گفت. مردم در شهر زندگی کرده سودن، ولی درآمدی اصلی کشور ملت از ساحه اگراری است. با اون معنی نیست که همه در قشلاق زندگی کرد دولت اگراری میشود. ممکن همه در قشلاق زندگی کنند ولی بیان در کارخانه صنعتی کار کنند، مثل زمان شوروی. این میشود الکی کشوری صنعتی. تاجیکستان رو باید کشوری مهاجرین گفت، چون اکثریت درآمدی ملت و کشور از سوی مهاجرین است. تاجیکستان در جهان در جای یکم ایستاد. 47% مجموع محصولات داخلیمون از حساب مهاجرت است. 47% درآمد ملت از حساب مهاجرت است. این استاتستیکای نهضت نیست یا حکومت، این استاتستیکای سازمان‌های بین المللی است که هنوز هیچ کس از تاجیکستان رد نکرده است. این کار نکرده است که این طور نیست. ما 2 میلیارد و خب در مجموع 2.5 میلیارد بودجه سالانه داریم. من این سال بودجه تصدیق شد برای 2014 2.5 میلیارد دلار. با تمام قرض و گرانت ها را اگر حساب کنیم 3 میلیارد. ولی پولی که شما میفرستید به کشور چقدر است؟ 4 میلیارد.
بعضی آمار بانکی است با این دوستا بهتر میدونن 3.5 میلیارد ممکن که از طریق بانک میرود بخواه کیسه هست و در شکل مال هست و دیگر نمودی فرستادن هست در مجموع 4-5 میلیارد میشود 1.5-2 برابر بودجه دولتیمون پول از حساب مهاجرین میآید. این از یک طرف خوب است که مهاجرین ملت رو خرانده ایستادن از طرف دیگر برای ما همچون وطندار ملتدار خوب نیست باید دولت تنقیح شود حکومت رو باید تنقیح کرد که جای کار ساخته شود شرایط بهتر با وجود بیاریم. چرا تاجیک قرقیزستان میرود برای کار کردن؟ من همین رو نفهمیده ایستادم. قرقیزستان از ما 8 میلیونیم قرقیزستان 5.5 میلیون تریتوریا تقریبا یک خیال چرا شرایط کار در داخل تاجیکستان با وجود نمیاریم؟ تاجیک رفته در قرقیزستان جای کار پیدا کرده ایستاده است. من حالا ندیدم که قرقیز تاجیکستان آمده باشد برای جای کار پیدا کردن. خیر قزاقستان و روسیه را ما نمیکنیم فراموش کنیم و قرقیزستان که از ما خردتر است ولی بودجهش از ما بیشتر بودجه قرقیزستان با 5.5 میلیون اهالیش از 8 میلیون ما بیشتر است. این سوال های است که باید در ذهن یک سیاستمدار حزب سیاسی همیشه باید جا داشته باشد. خب مسئله شکنجه مسئله عذاب در مقامات این هم یک مسئله هست که ما همیشه تنقید کردیم و باید تنقید کنیم. مسئله محدود کردن آزادی های انسان آزادی های دینی مسئله حجاب مسئله مکتب مسئله مثلا تراشیدن ریش فشار آوردن به مردم برای عقیده شخصیش اگر این رو نگوییم پس اپوزیسیون نیست پس آزادی بیان نیست. ولی وظیفه یک حزب سیاسی فقط تنقید کردن هم نیست باید کاری نیک رو نیک گفت تعریف کرد کاری بد رو بد گفت. من مثلا حالا دور نریم همین انتخابات گذشت البته ما قبول نداریم این نتیجه رو انتخابات غیر دموکراتیک بود غیر شفاف بود ولی باز نقطه مهم آن است که بعد انتخابات چی می شود وابسته به مسئله شما. حالا وزارت نو تشکیل شد به فکر مسئله مهاجرت الکی در سطح وزارت برداشته شد وزارت نامش شد حفظ اجتماعی مهنت و مهاجرت وزارت مهنت یک جایش یعنی الکی ما سال 2010 در انجمن حزب نهضت مسئله گذاشتیم که حکومت باید که برای مهاجرین یک ساختار الهیده بسازد تشکیل کند. پیشنهاد کردیم که وزارت باشد چون باز تکرار میکنم درآمد اساسی ملت که از مهاجرین هست اینا باید که یک وزارت داشته باشند. وزارت کشاورزی هست وزارت صنعت هست همه ساحه هایی که در خواجگی خلق هستن وزارت دارن ولی درآمد همه اونا رو جمع کنید مثل درآمد مهاجرین نیست. اونا چرا این ساحه وزارت داشته باشن و مهاجرت نه اون وقت خدمات تشکیل کردن که اینم یک قدم بود قدمی خوب بود. حالا این سطح رو برداشتن به سطح وزارت. این نکته هست که ما باید تعریف کنیم کمک کنیم به حکومت و بگیم که کار خوبی رو کردید. خب ببینیم که وزیر چیکار میکنه ببینیم که سیاست‌های بعدیشون چی میشد تا اینکه یک کمی هم باشد وضعیت مهاجرین بهتر شود. در مجموع نظر ما یعنی خلاصه کنم این قسمت صحبت رو این است که نهضت اسلامی تاجیکستان تلاش کرده است در گذشته و در آینده هم تلاش خواهد کرد که همیشه با انصاف رفتار کند رضای خدا رضای ملت منفعت‌های دولت و ملت رو معیار قرار بدهد و حرف خودش رو بگوید حرف ملت رو به مردم به سیاستمداران به حکومتداران برساند. ما نقش اساسی حزبمون رو در همین میبینیم خدمت به ملت. البته شعاری ما رو شاید بعضیتون شنیده باشید شعار اساسی ما چی است؟ ایمان به خدا صداقت به وطن خدمت به مردم. یعنی به خدا ایمان داشته باشیم صداقت به وطن که وطن رو نفروشیم وطن رو دوست بداریم و به مردممون خدمت کنیم. همین از شعاری ما تا آخر انشاءالله به همین شعار به همین راه ما صادق خواهیم ماند. ولی طبیعی است که ما هم بشر هستیم بشر حتما خطا میکند از گناه از خطا هیچ کس یعنی پاک نیست. پیامبران از گناه پاک بودند ولی از خطا نه. بنابر همین ما که بودگه با انسان عادی هستیم ما نیاز به این صحبت ها داریم به این مشورت های شما داریم و من خدا را شکر میگم که واقعا در حزب و بیرون حزب هم برادران و خواهران بسیار جسور و شجاع داریم که نظرشون رو با ما تا امروز گفتند و در آینده هم خواهند گفت و من در همینجا قسمت اول صحبتم رو به انجام میرسونم و بار دیگر تشکر میگم به
یکایک شما خصوصا با برادران در رهبریت این اتحاد تاجیکستانیان تاتارستان و با شما هم که در این روز کاری و روز سرد همه کار رو پرتافتید و آمدید برای ملاقات و صحبت کردن با ما. اگر سوال ملاحظه گفتنی داشته باشید ما و این برادرانی که همراه من نشستن در خدمت شما هستیم جواب میگیم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رحمت کلان استاد. تشکر. کاملا همه شعبه فرهنگ بوکلت‌های نماز یا درباره سوداگرای خیلی چیزایی که هر روزی ما به ضرور به تاریستان هم تقسیم می‌کنم این بیرون کشور مثلا هر هفته به یک بار که یک محلی بار تریتوریال قزاقستان با تقسیم کردن شهر. بسیار فکر خوب است. واقعا شعبه فرهنگ حزب ما من نمیدونم موضوع هفته‌ای هست یا ماهانه است. خلاصه این بوکلت‌های زیاد داریم ما درباره نماز روزه، درباره مهاجرت، درباره ضرری مثلا نشأمندی، درباره طلاق که نباید طلاق کرد یا ضرری طلاق در خانواده. ما موضوعهای گوناگون داریم. این بوکلت‌ها معمولا در دوشنبه و در ناحیه‌ها پهن می‌شوند، گاه با طرف روسیه هم می‌فرستند. ولی ما باید قانونگذاری این کشور رو رعایت کنیم، ببینیم که قانون این روسیه اجازت میدهد که ورقهای تبلیغاتی یک کشور دیگر در اینجا آورده در بین مهاجرین تبلیغ کرده شود. بهترین راهش به فکر من این همون وسیله شبکه‌های اجتماعی هست، اینترنت هست که این بوکلت‌ها در اینترنت گذاشته شود و کسی که میخواهد در اینجا حتما آدمان صاحب خیر زیاد هستند اون رسپچت که میکند به مردم از اینترنت پهن میکند و خصوصا باز فهماندن در کار خوب میشد که ترجمه روسیه هم باشد به این مقامات محلی روسیه فهماندن در کار که موضوع چی است. موضوعش به فایده خود روسا هم هست که درباره مهاجرت، درباره آداب، درباره نشأمندی، درباره مثلا میخورگی و دزدی نکردن اینا صحبت می رود. چون که اگر خدای نکرده یک ورقه را شما به یک کسی میتید میلیسیونر نداند که درباره چی است شما را حزب تحریر یا یگان حزب حرکت‌های ممنوع در اینجا قبول کند، این دردی سر خودتون میشد. برای ما بسیار باید با احتیاط رفتار کنیم. من این را اینجا مسئولین ما هستند حتما میرسونیم به دوستان در حزب تا اینکه ورسیون روسی تیار کنن یا یک شکلی که هم ترجمه داشته باشد که برای شما پرابلم به وجود نیاورد و طریق پشت یا که اینترنت به شما بفرستیم. حتما تشکر برای پیشنهاد. سببی آینی‌ها با نظر و پیشنهاد کردن شما و سببی جمع نشدنی برای اخبار بسیار است. سبب نشدنش از اینترنت میخونی که چی شد چی نشد واقعا همون گازیت که دادن روزنامه در اونجا هست. همین آقای میکنه که چرا که تماما مستوانی سیاروسو از دیگر جا شما گرفتیم به نظر رو میشناسیم خوب میدونیم نه از بخش شما نه از دیگر. سلامت باشید. واقعا این بحثا زیادند و زیاد سوال میکنن که چرا بابا نظر و چرا خودتونی، چرا تورجان زدنی، چرا رحمت الله زیروفنی یا یک کسی دیگر. نهضت اسلامی تاجیکستان از اول ما خیلی فکر کردیم، حتی من نمیدونم اگه حزب دیگر نظرسنجی داخل حزبی گذارون یا نه. ما در داخل حزب دو تا نظرسنجی گذاروندیم، یکی در بین مسئولین حزب مثلا رئیسان شعبه ولایتی ناحیوی و یکی در بین اعضای حزب باز سطح قشلاق هم رفتیم. 60% اعضایان حزب ما در مجموع گفتن که حزب باید نامزد خودش اماند. این یک نظرسنجی اپروچ داخلی حزب خودمون بود. من اینجا 2 نفر اعضای شورای سیاسی مون نشستن، 60% اعضای حزب طرفداری اون بودن که ما نامزد خودمون نمونیم. و باز اونجا یک سوال دیگر بود که نامزد کی شود، رئیس حزب یا اون کسی دیگر از حزب. 90% بر این نظر بودن که رئیس حزب نامزد شد. ما در یک حالت دشوار موندیم. از یک طرف فکر اعضای حزب اینا باید احترام کرده شد، از طرف دیگر واقعیت‌های کشور و منطقه. واقعیت‌های کشور و منطقه چی است؟ ما جنگ شهروندی تحمیلی داشتیم که جنگ برادرکشی نام میمونید، تحمیلی نام میمونید، هر چی باشه. یا فتنه بود. مردم رو به نام دین یا از نام دین یکدیگر رو زدیم و کشتیم و کارهای بدی شد. یک گروه رو برای دیندار بودنش و یک گروه دیگر از نام دین دیگران رو باز. و این در ذهن مردم هست.
در داخل کشورم در همین 2-3 سال اخیر بعد انتخابات پارلمانی شب و روز در تلویزیون و رادیو باز هم حادثه جنگ از نام ماندن گرفتن. ذهن مردم باز هم خلالدار کرده، ذهن مردم باز ساختن ضد دین و دینداران. شب نبود که یک برنامه تلویزیونی علیه نهضت یا یک داملو نشان ندن فلان. حتی می آوردن اعضای حزب نهضت در پیش کامera تلویزیون میموندن در وقت اخبار که مردم هم باید اخبار تماشا کنن. یا اعضای حزب نهضت می اومد و بیانات میداد که من فلانی از حزب نهضت اسلامی ترکستان بیرون رفتم. خب سوال با وجود میاد، خب یک آدم میاد اعضای حزب نهضت میشه، یک کسی دیگر میرود، چرا این رو باید تلویزیون دولتی نشون دهد هر بگه؟ چرا که در سالهای اول از گزارش پختچینی بود که فلان ناحیه اینقدر پخته سپارید فلانش نسپارید، حاضر جای همون اعضای حزب نهضت گرفتن. در فلان ناحیه اینقدر از حزب نهضت رفت، جای یکم به ناحیه فلانی. این واقعیت هست، این شوخی نیست، این واقعیت هست که بیگاه در وقتی همون اینا میگن پیک، وقتی طلایی تلویزیون فقط درباره نهضت و چگونه از نهضت بیرون میروند. من آدمایی را دارم که پیش من می اومدن از ناحیه اطراف شهر دوشنبه، گفتن که حتی این فشاری که بالای ما از طرف مقامات شد، هر روز خانه می اومدن که خواهش میکنیم فقط 5 دقیقه در تلویزیون گپ بزن دیگر هیچ چیز. این قدر فشار بالا بود که در سالهای جنگ نبود. در سالهای جنگ فشار ضرب العت همین جسمانی بود، ولی فشار روانی، فشار معنوی بدتر است که خشت میفرستن، همکارات میفرستن، هم کورسات میفرستن، التماس فکر ما را کنن. حتی یک رئیس ناحیه التماس میکند که من به شما چی بدی کردم که همین گپی من نمیگیرید، من در اینجا اگر رئیس ناحیه باقی مونم برای شما کمک میکنم. خلاصه اونقدر فشار بالای نهضت، اعضای نهضت بود که این را تصور کردن بسیار دشوار است. در وضع منطقه هم آسان نبود. شما در کدام کشور منطقه میبینید که آماده هستن که در تاجیکستان یا در منطقه انتخاباتی دموکراتی باشد و در اونجا باز نیروهای اسلامی شرکت کنن و غلبه کنن؟ کدام کشور؟ مگر یگان ابرقدرت میخواد که در یک گوشه دنیا یک حزب اسلامی غلبه کند. بنابراین ما تمام این پهلوی مسئله را سنجیدیم، به خلاصه آمدیم که از حزب نهضت نامزد در این انتخابات نمانیم. خب این یک قسمی مسئله. خب بیایم به قسمت دیگر. خب اگر حزب نهضت نامزد نمیماند، حتی تورا جانزاده هم راضی نبود و ما هم گفتیم نباشد، پس دیگر حزب چی؟ همون دلیلی که ما داشتیم که اگر حزب نهضت نامزد ماند جامعه به 2 قسم تقسیم میشه، دینی و دنیوی. ما با بعض دوستان از حزب‌های دیگر گفتیم که اگر نامزدی شما هم باشد جامعه تقسیم میشود الکی دینی و دنیوی نه، و از لحاظ قومی و ملی و منطقه. مثلا باز تاجیکستان تبلیغات میبرن تقسیم میکنن که این شمالی، این جنوبی، این تاجیک، این ازبک، ملت رو باز تقسیم میکنن. اگر ما نامزد میشدیم ملت رو به دینی و دنیوی تقسیم میکردن، اگر دیگران نامزد میشدن ملت رو به منطقه، به ملت تقسیم میشد، به محل. ما بسیار فکر کردیم در اتحاد نیروهای اصلاحات خواه در داخل نهضت، به خلاصه آمدیم یک نفری رو پیشنهاد کنیم که اولش این که این فتنه ها، تقسیم کنی های ملت رخ ندهد به دینی و دنیوی، از روی محل تقسیم کردن نتونن. بعد از همه اساسیش به یگان تهمت و یا متهم نکنن، پرونده ساخته نتونن. و بهوده آینه‌ها بابا نظر و در یک صحبتش شوخی کرد، شوخی هم نبود اصلا جدی گفت، ولی طور شوخی فهمیده شد، گفت که حداقل ما رو به دوزنگی و به تجاوز به ناموس متهم کرده نمیتونن. یعنی حداقل از این پرونده من خلاصم. و این شوخی بود ولی واقعیت داشت. برای این ما به خلاص آمدیم که معلم آینه‌ها بابا نظر او را پیشنهاد کنیم. اول اینکه آینه‌ها بابا نظر را تمام اون صفات‌هایی که دیگر نامزدها داشتن دارد. حقوق شناس هست، جسور هست، تجربه دارد، خب سابقه هم دارد، در ترمان برای عقیده شتگی است. یعنی تمام این صفات‌های مثبت داشت، ولی اون صفات‌های منفی که دیگر نامزد داشتن اون نداشت. یعنی برد آینه‌ها در همین بود. و بار اول ما توانستیم اثبات کنیم که اون تهمتایی که در حق اسلام میکنن اینجا جا ندارد، که اسلام حقوق زن پامال میکند، فشار میارد. اگر اسلام شد همه زنها رو فرنگی میپوشانند، در کنج خانه و
در آشخانه فقط جا میکنن. ما گفتیم نه برادران، ما حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، من همین خانم که مسلمان هست، عقیده اسلامی به معنای اسلامگرا نیست ولی حقوق مسلمان ها را دفاع کرده میتواند، به حجاب هست، ما آماده هستیم که رو پیشنهاد کنیم. پس این همه گپ ها در حق اسلام تهمت است. آینی حال بابا نظر و اگر چی زن هست خودش حجاب نمی پوشد، یگانه کسی بودند که از حقوق حجاب داران دفاع کرده بود. وقتی که مسجدها را بستند و جوانان را نموندن به مسجد رفتن، آینی حال بابا نظر را در مسجد نماز نمی خواند ولی خودش از حقوق نمازخوانها در مسجد دفاع کرد. کدام داملوی ما دفاع کرد از حقوق حجاب یا از حقوق نمازگزاران در مسجد؟ اگه گویا مردهامون یک طرف است، داملوهامون رو گپ زنیم، کدامش صدا بلند کرد؟ غیر از چند نفر حزب نهضت اعتراض کرد و بیانیه داد، شاید ایشان نورالدین جان و برادرانش، چند نفر دیگر که دیگر اونام از منبر مسجد محروم شدند. همون چند نفری که صحبت کردند دیگر در خطیب نیستند در مسجدها، ولی این زن صحبت کرد، موقع گیری کرد و حمایت کرد. پس چی بدی دارد که ما از او دفاع کنیم و نامزدیش رو پیشنهاد کنیم؟ به همین خاطر ما با این تصمیم رو گرفتیم. اگرچه بعضی ها گفتن که این تصادفی بود، این یک نامزدی مخصوص کردن که انتخابات خوب نگذرد، ولی این خیلی نبود. اگر که این تصادفی می بود یا مخصوص می شد حداقل ثبت نامش میکردن، ولی نکردن ثبت نام. مسئله دیگر چرا این 200,000 سوالتون همین بدم به فکرم امضا جمع کردن نتونستیم. من یک قسمی سببش رو گفتم، فشارها زیاد بود. با یک سبب دیگر هم داشت، همگی 20 روز جدا کردن طبق قانون برای جمع آوردن امضا. یعنی از روز 17 باید شروع میشد. وقتی کمیسیه اعلام کرد از روز 17 اون بلانک‌ها رو باید که طبق قانون اول رئیس ناحیه شهر و ناحیه مهر رو پیچید ماند، امضا کند، بعد امضا جمع کنیم بروید. ما در بعضی ناحیه‌ها 10 روز نتوانستیم مهر رئیس ناحیه رو بگیریم، یا بیمار است یا میگن دوشنبه رفته است، جانشینش امضا کردن حق ندارد، یا میگوید که من حاضر باید از بالا اجازت گیرم. خب ما همین خیلی هفته‌ها و تا 10 روزه در بعضی جاها از دست دادیم. پرابلم دیگر رقمی 5% است در کنستیتوسیه، 5% امضا باید جمع شود. حالا که من گفتم که وقتی که رقمی پاسپورت و اینا را گفتن مردم دیگر ترسیدن، امضا نکردن. من خودم در شهر دوشنبه 2 ساعت قریب امضا جمع کردم، زیاده از 100 خانه را گشتم در 2 کوچه، همگی 10 کس امضا کرد. مردم میگن که ما قبول داریم، ما روز انتخابات میریم آواز میتیم، برای آن که در اونجا هیچ کس نمیپرسد، نمیدوند که با کی آواز دادم، ولی حاضر میبخشیده که من امضا نمیکنم. طرفدارن ولی امضا نمیکنم. وقتی که 5% رو معین کردن 210,000، اولا که همین رقم 210,000 بعد معلوم شد که خطا بوده است. از 4,022,000 که کمیسیه مرکزی انتخاباتی روز 31 آگوست قرار قبول کرد گفت 5%، این 4,022,000 شا ما بعد حساب کردیم همین 201,000 چند میشد است، 202,000 هم نمیشد است. ما 202,000 جمع کردیم. اینا فقط هم رقمی 0 ای بعد یک موندن، باید در پیش میموندن، 210 نه 201 میشد، ولی گفتن که 210,000. بسیار خوب، شما وقتی که 4,022,000 گفتید و مهاجرین رو هم وارد کردید در این شماره فائز، ولی چرا اجازت نمیدهید که در بین مهاجرین امضا جمع کنیم؟ اگر که مهاجرین حق امضا کردن ندارن، اونها رو از این شماره عمومی باید برآورد. مثلا همون روز 31 آگوست استاتستیکا را میدیدن که خدمات فدرالی مهاجرت روسیه رقم 1,200,000 اعلان کرده بود همون روز رمضانوسکی. خب میگفتن همین 1,200,000 چون در روسیه هستند و حق امضا جمع کردن برای آنها نیست، از این شماره باید بیرون برآورده شود. 5% رو میگرفتن از 2.5 میلیون. خب چی قدر دیگر این 2.5 میلیون 5% چقدر میشد؟ 200 نمیشد، البته 150 160 این قدر میشد که جمع آوردنش آسان‌تر بود. ولی شماره عمومی 5% رو از همه گرفتن، بعد گفتن که در بین مهاجرین امضا جمع کردن حق ندارید، فقط در داخل کشور. عملا ما 10% جمع کردیم چون از 2 میلیون جمع کردیم. حالا میگن که در روسیه خیلی دوستمون با بهتر میدونن چقدر دین رقم بود، 1,166,000 به فکرم نه دینگینه رقم رو من دیدم، همه خیلی هستم.
خب این رسمی است ولی غیر رسمی شاید نمیدونم چقدر است. در قزاقستان فقط در الماتی دینا در بیشکک استاتستیک دادن که تاجیک 100,000 است. در قرقیزستان هست، یعنی در مجموع در خارج دور، در دبی و در اروپا و در دیگر کشور، اوکراین هست، خب بلاروسی هست. اینا رو اگر جمع کنیم به فکر من نزدیک 2 میلیون می شود. اگر نزدیک 2 میلیون مهاجر در خارج داریم باید که میگفتن 2 میلیون بیرون میکنیم، از 2 میلیون 5% میشه 150 حتی 110,000 امضا میشه. این همه دوستی عزیز سبب شد که ما در انتخابات نتونستیم برای معلمه بابا نظر و امضای لازم رو جمع کنیم. 202,200 چند جمع شد ولی خب 8,000 نرسید. تصور جناب رئیس کوریتون تصویرتون همچون deputati parlament سوال من این است اون چیزی که فرمان هسته ما با اون کار نداریم. یکی چند سال شما اونجا کار میکنید آیا همون دیکتاتوریوم که یعنی بخش قانونی وقت قبول کردن این قانونو عرف و عادت مردم رو به نظر میگیرن چند درصد یا اینکه وجود دارد بخشی که فهمه است. من فهمیدم بله. و غیر فرمالیش هم اونش دیگه اختیار توی بگه نگه که مردم دیکتاتور چه حال دارن؟ الحمدلله دیکتاتورم خوبن، حالشون نغز است، همش یکم مشکل نداریم. بعد این انتخابات بعد این سرنوشت اینی چی خواهد بود؟ خب دوستی عزیز، ما یک قاعده داریم، یک فرهنگ سیاسی هست ملیمان هست که میگن در همون جایی که چاهی که آب مینوشه در وی توف کردن خوب نیست. من امروز کارمند پارلمان هستم، 2 دوره میشود، بسیار دوستانی خوب داریم در اونجا، همکاران خوب داریم، حزبای گوناگون از 5 حزب است، ولی همچون انسان طبق همون رسم و آیینی که گفته ما هم تاجیک مسلمانیم، با هم دوست و رفیقیم. من هیچ وقت در هیچ گروه زیر پارلمان یگان حرف نگفتم و گاگو تنقید هم میکنیم. البته پارلمان هم جزئی ملت ما است و از واقعیت های کشورمون دور نرفته است. هیچ کس فکر نکند که پارلمان تاجیکستان یک نهاد علاهیده است و از حکومت فرق دارد یا از دیگر قشرها فرق دارد. تمام پرابلم هایی که در جامعه هست در پارلمان هم هست. همون وضعیتی که در مجموع در کشور هست در پارلمان هم همون وضعیت هست. چقدر آزادی در کشور هست همون قدر آزادی در پارلمان هست، چقدر محدودیت در کشور هست همون قدر محدودیت در پارلمان هست. ما 2 نفریم در پارلمان از حزب نهضت، من و معاونم سید عمر حسینی. حزب کمونیست هم 2 نفر، اگراری هم 2 نفر. برای که هیچ که خفه نشد 2 نفری هممون جا داریم. اکثریت حزب خلق دموکراتی دارد در پارلمان. ولی یک چیز رو باید به نظر بگیریم، مسئولین ما اون کسانی که در مقامات کار میکنن، فرق نداره در کجا کار میکنن، در رئیس جماعت، حتی معلم مکتب هست، دکتر هست، دیپوتات، وزیر، هر کی هست، متاسفانه ما یک 2 استاندارد داریم، 2 حیات داریم، 2 طرز زندگی داریم. سحر که گالستوکا رو پوشیدیم و شیم کاسما پوشیدیم، در ماشین سوار شدیم، تبدیل میشیم به یک منصبدار چینونیک، به یک آدم رسمی. وقتی که اومدیم خانه با اینا رو کشیدیم میپوشیم همون لباسای خانگیمون، تاقیر میمونیم، سر یک پیاله‌چو در بالای کورپاچه میشینیم، با زن کودک تبدیل میشیم به یک تاجیک عادی قشلاقی با هم شکر آخری و با هم دست قطی خوردن. ما از ساعت 8 تا 5 یک زندگی دیگر داریم، یک obraz жизни رسمی داریم، حتی تفکرمون دیگر میشود. ولی وقتی که از اداره برو اومدیم تبدیل میشیم به یک مسلمان، یک تاجیک، میرن اوشی نهار فاتحه میکنن، جنازه. تاجیک عادی است دیگر و همش هم تاجیک عادی هستن. این صحبت رو من برای چی میکنم که پسیکولوژی رو فهمید. نه همه قانونی که در اونجا قبول کرده میشود اونا خودشون دوست میدارن. همچون تاجیک مسلمان خودش تصور میکنه که پگه من معرکه میرم، پگه اوشی نهار میرم، خدایی میرم، پگه توی دارم خودم مهمان باید دعوت کنم. و هم زورش میبیاد و هم فکر میکنه، چون چندین نفرش میدونم که بعد هم قانونی که قبول کردیم درباره تنظیم معرکه خودش رفتم گفتم جورا خیلی چه شدیم، من مخالفت کردم، خودت طرفدار قانون بودی، حاضر مهمونات از 300 نفر زیاد. خیلی میگه چیکار کنم؟ خیلی رسم این است تاجیک خیلی مرده که از دهنی در گردونده نشود، هم اولاد خودش 300 نفر است، از مهمون همکار فیرود نکنند. اگر
در وقتی که قانون قبول میکند و چینونیک است، مسئول دولتی است، وقتی که از پارلمان بیرون میرد خانهش میرد یک تاجیک عادی، یک مسلمان است که معرکه دارد، توی دارد. مشکلی ما از لحاظ پسیکولوژی انمی دوینوی ژیزن است، دوینوی استاندارد هست که ما نمیتونیم خودمون ادپتاسیون کنیم. گاه کارمند دولتیم، گاه کارمند مثلا تاجیک عادی. دیگر ملت‌ها خیلی نیستند و یک زندگی دارد. 24 ساعت یک آدم است، یک انسان است. یک مثلا بگیریم ژاپنی مسیحی است، نمیدونم چی است، او زندگیش با یک مرام میرود، خودش فریب نمیکند، تضاد داخلی وجدانی ندارد. اینا در پسیکولوژی یک نام دیگر میگن ونوترن، در درونت مبارزه هست. عقلت با دلت همیشه در مبارزه هست. دل مسلمان است و تاجیک است، عقل میگه که تو منصبداری پگای وظیفه که میگیرند شورشو. ما باید به حالت برسیم در آینده که دل و عقلمون با هم یک جا باشد، وجدانمون با ایمانمون یک جا باشد، یک رفتار کنیم. وقتی سحر از خانه برآمدیم، همون تاجیک، همون مسلمان، همون منصبدار در اداره هم شدیم، همون خیال، بعد خانه هم اومدیم، توی معرکه هم رفتیم، باید یک خیل زندگی کنیم. همیشه بدونیم که ما جز این ملتیم، این رسم و آیین هستیم. برای همین دوستانی ما در اونجا خیلی زیادن، اونا هم فکر میکنن، ولی خب دیگر منصب است، مقام است، اونجا دیگر حالات هست که باید به نظر بگیریم. من هیچ کس رو سفید کردنی نیستم، ولی اونا رو میفهمم، وضعیت اونا رو هم درک میکنم. به هر صورت انشالله در آینده خوب میشود. همه منصبداران ما آدمانی واقعا صمیمی و خوبن، من دوستشون میدارم، ولی خب دیگر ما در حزبای گوناگون هستیم. ما در کمیته داریم، همین کمیته هم با یک جای شد، چون سرریاست بود در نزد پرزیدنت، اوید به تنظیم رسم و اینها. حاضر کمیته دین و تنظیم رسم و اینها و جشنواره ها یک شد. این معنی رو دارد که در اونجا نهادی مخصوص است به نظر میگیرد، ولی چی رو به نظر میگیرند مسئله دیگر است. کمک به رسم و آیین ها و رشد آنها و تنظیم اگر به معنای آن که بهتر کردن رسم و آیین باشد، این خوب است، ولی اگر تنظیم به معنای محدود کردن باشد، این الکی مشکلی را به وجود میارد. چون ببینید یک چیز وقتی رسم و آیین شد، معنی اون دارد که الکی به تنظیم در اومده است، خودش طول 1000 سال که بعد رسم و آیین شد. اگر ور رسم و آیین نباشد و به تنظیم نداره باشه، اینا میگن یا بدعت یا خرافات، یک نامهای دیگر دارد. مثلا اینا وقتی میگه که تنظیم رسم و آیین الکی کمتر منطق نیست، چون ور رسم و آیین شد الکی با تنظیم در اومد. ولی ببینید ما تاجیک‌ها یک چیز باید اعتراف کنیم که در مراسم هامون بسیار به اسراف چی میگن، همون خراجات های زیادتی و اسرافکاری داریم، صرفه نداریم بلکه اسراف داریم. دولت هم وقتی حساب کتاب کردید که خراجات زیاد در همین مثلا مراسم های بیهوده می رود و برای یک ملت کمبغل و کمبیزایت مهاجر این خوب نیست. سالهای 90 وقتی که نهضت اسلامی تاجیکستان و یک گروه آدمان گفتن که در جنازاتون خیرات نتید، اون چی نام داشت، اون ارتش نتید، مثلا کسانی که کمبغلن 7 تا 40 نکنید، نیمی ملت کشتن برای چی؟ گفتن اینو وهابیان، اینو از خیر خدای مردم منع کرده ایستادن. مثلا وهابی میگفتن نشانهای وهابی چیه در تاجیکستان؟ خیرات منع میکند، ارتش منع کرده ایستاده است و چندین تهمت دیگر را زدن. بعد 20 سال خودی حکومت به همین نتیجه رسید که همون فکر بد نبود است، برای نیکی مردم گفته بودن همون وقت. همین استفاده کردند ولی یک کمی دغل‌تر، یک کمی نادرست. به جای قانون قبول کردن، از نگاه شخصی من در همون صحبت پارلمان گفته بودم باید که مردم رو دامله ها از منبر مسجد، معلمان تبلیغات کردن در کار، فهماندن در کار که اسلامی واقعی چی را میگه. چون به من کردن کار حل نمیشد. برعکس مردم یک روسا میگن که زپریتنی پلوت سلاتکی، یعنی که وقتی چیزی را من کردی مردم برعکسش رفتار میکنند. اینا فهموندن در کار بود. ولی اومدن خب دیگر قانون قبول شد، متاسفانه قانون رعایت نمیشد. مثلا 150 نفر میگن برای یک توی، شما تصور کنید یک اویله تاجیک در همون دهش الکی 150 200 نفر است، دهش فقط
خب خیش تاور دارد، همکار دارد. بنابراین شما درست گفتید، اگر اونجا یک شعبه نفرایی باشد که رسم و اینو به نظر گیرند، واقعیت به نظر بگیرند که خب در خانواده تاجیک نمیشود، امکان ندارد. بعضیا حساب کردن که الکی خراجات بیشتر شده است. حاضر خراجات ها در توی ها بیشتر شده است. مثال عادیش میگیم. شما پیشتر مثلا 400 نفر 500 نفر مهمان داشته، یک دیگ و یک معرکه و یک دسترخوان میکردید، خیلی اوش نهار مردم میان گوخ میخرن نمیخرن، با یک معرکه خلاص میرفت از ساعت سحر تا 2 ساعت 3 ساعت. حاضر که برای که تنظیم رعایت شود و از 150 200 نفر زیاد مهمان بیاید یک باره، تقسیم کردن برای 3 روز و 4 روز. همکارا یک روز میان، یک بار دیگ میموند، یک دسترخوان میکشاید، بعد همسایه ها و همدیه ها یک روز، مثلا با خش تبار دور یک روز، دامله ها را با یک روز دیگر فاتحه و مصلحت آشی میکنن. حساب کردن که الکی یک معرکه یا 4 معرکه میشود و این واقعیت است، شده ایستاده است و هر کدامش 2 تا 3 تا خوراک میپزن. پس ما با نیت نیک قانون قبول کردیم ولی نتیجهش شده ایستاده است که برعکس. برای این باید که یک تجدید نظر در این مسئله شود. خب دیگر مسائل دوم شما درباره اینیت پابرجا است، اتحاد نیروهای اصلاح‌طلب تاجیکستان. ما تصمیم گرفتیم که انتخابات‌های گذشته یک مدت تا آرام شدن وضعیت در کشور و تحلیل چقدری کارهای انجام شده کمی آرامتر باشه. دیروز ما در بیشکک همراه معلم آینه‌ها بابا نظر رو بدیم و همراه شرکت کردیم در کنفرانس. در اونجا هم بعضی صحبت‌ها رو کردیم. با دیگر اعضایان اتحاد هم در رابطه هستیم. با خلاصه آمدیم که شاید ماه دکبر هم گذرد، بعد سالهای نو با یک تحلیل چقدر و در یک شرایط بهتر جمع می‌شویم و تقدیر آینده اینیت رو بررسی می‌کنیم. ولی من شخصا نظرم این است که در آینده باید با جدیت رفتار کرد. کسانی که دنبال موقع شخصی خودشان هستند، برای شخصی علاهیده کار میکنند یا برای حزب علاهیده، دیگر در اینیت بدنشون شرط نیست. ما وقتی که اومدیم در اینیت رو تشکیل کردیم، اطراف کانسپت صحبت کردیم. باید کانسپت رو تبلیغ کرد، در ذهن مردم جا کرد تا اینکه حکومت هم قبول کند. ولی بعدا همین خیال شد که اتحاد گویا که فقط برای یک شخص باشد، مثلا برای من یا برای رئیس حزب دیگر. اگر فلانی نامزد نشد پس ما در اتحاد نیستیم. این اسلوب اتحاد تشکیل کردن نیست. اتحاد که تشکیل کردی گذشت باید کنی، آماده گذشت باید باشی، همکاری باید باشد. برای همین ان شاء الله بعد سال ما از نو جمع میشیم. منظر فرزند حجون مالی واسه سرحد بسیار انا بو همین نهضت همچون به خاطر در اسلام بودنش همچون دین میشناسه. در تاریخ اسلام یگان رهبر زنک یگان کس پیشنهاد شده بود. اگر پیشنهاد میشد بهترین مادران رو بود اوله پیغمبر فرزند میشه پیشنهادش لگی نمید. دیگه سوال شما گفته که فشار آوردن مرحل بوده و روز توجیهی روسی را حرالش کردیم نه روسی هم گفتم بگیره اجازه باشه حرالش کردیم روسی دولمت و اجازه شماست. مثلا مرحل نید پیغمبر خدا را فشارهای آوردن امکش اومد دیگر خیلیش اولادش اومد گشت گفتی اگر افکا در دستی رو سلطان مکا در دست چند من اید رحمه میگرد. این دیم سوال. سیم سوال برای امضا همو جمع کردن مثل همی حکومت حاضره خدمت همون پرزیدنت مثل همه میدونیم که همی وی برش مثل هم نبرو تایده بگیم همی رم نمیشه که نهزت همی کوره مثل همی خیلی که هست همون پتسور این مثل مهاجره جمع میکرد همون 200,000. ما در بین مهاجرین متاسفانه نمیتونستیم امضا جمع کرده، میتوانستیم میخواستیم ولی اجازت ما ندادن. برادرمون جلال‌الدین اعضای کمیسیون مرکزی انتخابات است، یعنی هم چند نفر شما 15 کس 15 نفر با راهبری شیر محمد شاهیان تمام قاعده های انتخابات همینو معین کردند. یک آواز این کس هم نماینده حزب نهضت در اونجا کافی نبود. وقتی که معین کردند که از 4 میلیون و 22,000 شمار هم شامل کردند در شماره 4 میلیون، ولی پونکت دیگری قرارشون این بود که در بین مهاجرین امضا جمع کردن ممکن نیست. یعنی اگر ما می اومدیم بین مهاجرین از شما امضا هم میگرفتیم برای هر کسی هم باشد، چه آینی حال چه کسی دیگه، و غیر قانونی بود، اصلا غیر کانستیتوشنی نبود.
ولی مخالفت با قرار کمیسیون میکرد و قبولش نمیکردن. ما خرج میکردیم، حتی ما گفتیم که شما با ما اجازه دید که در هم بلند که مثلا ناحیه قبادیان، شهر توس، شهر نو، دوشنبه پیچه زنید و ما رفته از ساکنان همون ناحیه در روسیه امضا جمع کنیم. مثلا شما عذر میخوام کدام ناحیه؟ قرغان تپه. مثلا ناحیه 20 سال بگیریم باختر، من نمیدونم، ما هم بلانکه ناحیه باختر رو می آوردیم، شما امضا میکردید. حتی گفتیم همین هم اجازت ندادن. پس ما از روی قانون حق امضا جمع کردن در اینجا نداشتیم. اما در مسئله اول واقعا این بحث درباره اون که زن در اسلام میتواند راهبر شده یا نمیتواند بحثی نو نیست، بحثی طولانی هست. ما تمامی سرچشمه‌های اسلامی رو از قرآن مجید سر کرده، احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، فکر مجتهدین، فقها، علمای معاصر، علمای گذشته رو همه رو در نظر داشتیم، همه رو دیدیم و به خصوص مجتهدین عصر خودمون بار دیگر سوال کردیم. من قطر در 2 هفته پیش بودم یا 3 هفته بود، تقریبا 2 هفته 3 هفته پیش در قطر بودم با شیخ قرضاوی. دکتر قرضاوی رهبر اتحاد علمای مسلمان جهان هست، اهل سنت و جماعت. مجتهد یگانه نفره که اعتراف میشه در جهان اسلام همچون مجتهد شیخ قرضاوی است. با ایشون صحبت داشتن در موضوع زن در اسلام و رهبری زن در اسلام. گفت دلیلتون چی بود که پیشنهاد کردید این اپرا؟ چون ما فهمید است که ما پیشنهاد کردیم. گفتم دلیل ما اون بود که در تاجیکستان دولت دنیوی هست، طبق کنستیتوسیا دولت اسلامی نیست. در دولت دنیوی شاخه‌های حاکمیت تقسیم است: اجراییه با راهبری پرزیدنت، قانونگذار با راهبری پارلمانت و سودی با راهبری رئیس سودی عالی. یعنی حاکمیت در 3 شاخه تقسیم است. در سلطنت یا خلافت یا امارت یا کشور اسلامی قدیم همه حاکمیت در دست یک نفر است. مثلا اونجا رئیس سود و پارلمان نبود، حاکم یا امیر یا سلطان یا خلیفه خودش هم رهبری وزیرا هست، هم قانون خودش میبرد، هم در نمازهای عید با پیش میدارد، رهبری دینی هم هست. شما خوبتر میدونید اینا. یعنی همه حاکمیت و سلطه در دستش است. در اون صورت نمیتواند، ما گفتم که با شیخ قرضاوی که زن رهبر باشد. ولی اگر در دولت دنیوی یا حتی جمهوری اسلامی هم باشد، شاخه ها تقسیم باشد، حاکمیت اجراییه راهبری حاکمیت سودی نباشد، راهبری حاکمیت قانونگذار نباشد، در اینجا یکی از شاخه‌های حاکمیت رو میتواند زن رهبری کند. چرا؟ برای اینکه دیگر شاخه‌های حاکمیت او رو نظارت میکنند، خودش به تنهایی حکم نمیبرد، تصمیم نمیگیرد. گفت دلیلتون همین است؟ گفتم که بله، فقط همین دلیل. گفت دلیلتون کافی نیست. من بالاتر از این میگم، حتی در جمهوری اسلامی باشد که حاکمیت همش در دست یک نفر هم باشد، زن میتواند رئیس جمهور باشد، رهبری قانونگذار هم باشد، اجرایی هم باشد، سودی هم باشد. در این صورت هم میتواند که زن رهبر باشد. چرا؟ چون که گفت جمهوری تاجیکستان خلافت نیست. اگر مثلا در زمان گذشته خلیفه فقط عرب ها نبود، اسماعیل سامانی رهبری یک امیر بود در دولت سامانی ها، ولی اطاعت از کی میکرد؟ از خلیفه بغداد. شما همتون میدونید که امیر اسماعیل خطبه های نمازشو به نام خلیفه بغداد میخوند و وکالت هم از نام خلیفه بغداد گرفته بود. حالا ما تاریخچه ما میگن ما دولت مستقل با نام دولت سامانیان داشتیم، اینطور نبود. دولت اسماعیل سامانی تابعیت از کی میکرد؟ از خلیفه بغداد میکرد و تعیین هم از طرف او شده بود. اگر در همون وقت هم در زمان امارات سامانی هم اگر رهبری امیر یا که امیره زن می بود، طبق گفته شیخ قرضاوی حق داشت، چون که خلیفه دیگر کس بود، بالاتر از او یک کسی هست. اگر تمام جهان اسلام جمع شود و یک پرزیدنت انتخاب کنند در اندونزی، از اندونزی تا مغرب، در اون صورت نمیتواند زن باشد، ولی در یک کشور علاهیده میتواند زن رهبر باشد. این طبق فتوای شیخ قرضاوی. ما گفتیم شما از ما پیشتر رفته بودید، ما فکر کردیم که با دلیل‌های دیگر زن پیشنهاد کردیم، ولی دلیل‌های شیخ قرضاوی از این قوی‌تر بود. بعد بیا تاریخ اسلام رو ببینیم. چرا ما وقتی که حضرت سلیمان ملکه سبا در یمن رهبر بود، ملکه بود، بلقیس در دولت سبا که یمن قدیمه بود، ملکه بلقیس رهبر بود، حضرت سلیمان پیامبر بود، ولی نگفت که خود دیگر طبق اسلام حق نداری در یمن شاه باشی، ملکه باشی.
و میگرفت بیکارش میکرد، ولی این کارو نکرد. برای همین در تاریخ اسلام هم داریم ما که این حالت ها بود، زن رهبر بود. برای همین یگان مشکل فقهی نیست. ما الحمدلله یگان نظر مخالف از علمای داخل کشور پیدا نکردیم. استاد تورجانزاده، ایشان نوردین جان، دیگر علما را هم پرسیدیم، همه گفتن موافق هستیم. البته بعضی نظرها در مطبوعات خوندیم، با عجیبش همین که مخالف رهبر بودن زن دینداران و دنیوی بیشتر گپ زدن. من همین حیران شدم که بیشتر مقاله‌های تنقید از طرف دوستان دنیوی را خوندیم. درباره فشارها بالای پیامبر گفته، بسیار واقعا فکری جالب است که چرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با همون قدر فشارها گفتن که بیا دست بکش از پیامبری، حتی چیزی که میخوای میتیم یا زدن الله تو کوب کردن دست نکشید. ببینید دوستی عزیز، نهضت اسلامی تاجیکستان من پیشتر گفتم که عیناً طبق مکتب پیامبران و نه تنها محمد صلی الله علیه و سلم بلکه پیامبران رفتار کرده ایستاده است. پیامبران وقتی که بالاشون فشار می آمد، اونها از ارزششون دست نکشیدند، از عقیده و ایمان دست نکشیدند، ولی در برابر دست نکشیدن صبر هم کردند. این صبر هم داشتند. پیامبر اکرم صلوات الله علیه وقتی که در بالای نماز عبادت بود، اشکمبه اشتو را با تمام اون عذر میخواهم وجودش به بالای سرش پرتافتند. مشرکان قریش، هموطنان هم قشلاقیاش، تا اینکه مسخرهش کنند، تحقیرش کنند. حتی از جایش بر نخواست، عبادتش رو ترک نکند، یعنی صبر داشت، طاقت کرد. تحقیرش کردن، شاعرش گفتن، دیوانه‌اش گفتن، صبر کرد. ولی ما باید استواری رو در دست نکشیدن از عقیده و از ارزش ها نشان بدهیم. پیامبر اکرم هیچ وقت احساسات داده نشدند، عصبی نشدند. فشارش می آوردند، صبر میکرد، راهش رو دوام میداد. و هم گپ شما درست است، گفت اگر در یک دستم آفتاب و در دست دیگر ماهتاب را مونین، من از این راه بر نمیگردم. خب یک مسلمان امروزه را بینید، یک مسلمان واقعی که واقعا در راهش استوار است. عذابش داده ایستادن، میزنند برای ریشش، برای حجابش، برای نمیدونم، خب کارهای زیاد میکنن متاسفانه، چی در تاجیکستان چی در دیگر کشورها. ولی اون صبر کرده ایستاده است. بسیارش واقعا صبر میکند. بسیار زورش آمد هجرت میکند، وطنش رو ترک میکند، جای دیگر میرود، ولی دست به یگان عملی غیر قانونی و جنایی نمیزند. این عیناً تکرار کردن راه پیامبران است. ولی بعضی دوستان میگن صبر شما تا کی صبر میکنید؟ آخر همه کار شد. من دین اسفره رفتم، وقتی که یک جوان از پاش شکستگی هر داشت، من سیزا رفتم، یک ساعت منتظر ایستادم که ببینم، اجازت نشد. گفتن نچلنیک سیزا بیمار است. خب نچلنیک سیزا بیمار است، جانشین دارد. دیگر مسئله گفتن 2 روز همونجا ایستادم، 2 روز بیمار شد. خدا شفاش بده. ولی اون جوان اعضای حزب ما فقط برای چی؟ برای که پسر خالش در وزیرستان و پاکستان در اون طرفا عضو گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی شده است. خب این یک بار 3 سال پیش و 4 سال پیش آورده بودن، عذاب شکنجه دادن، متهمش کردن به همین گناه، اثبات کرد و اون 2 تا میلیسیونر را به پروکراتور داد، اونها را از کار گرفتن. ولی باز همین خیلی شد که همون 2 میلیسیونر بعد 3 سال برگشتن به کار، باز تعیین شدن در بعضی منصب‌های در همون اسفره و ولایت سوخت و با این بشر از نو پرونده کردند. و خلاصه ما در خبر شد، در استانبول بودم، گفتن که امید جان یا افتیده است از آشیانه سیام یا پرید است، گریختنی شده است، هر 2 پا شکستگی در خلاصه زندان است در بیمارستان. ما رفتم اسفره، خونه‌شون خبر گرفتیم. هم مدبر تا کجا؟ تا که صبر میکنید. و حتی یک مسئله هم به وجود آمد در داخل حزب که آیا این صبر است یا ترس؟ اینا باید مشخص کرد که همین نهضت حالا موقعش از روی ترس است یا از روی صبر. من نظری شخصی این است که من نمیگم که ما ناترس هستیم، بسیار سوپرگیروی. انسان همش ترس دارد و لبای 2 в одном, может быть даже 3 в одном. ما هم ترس داریم و بشر هستیم بالاخره. ولی در همین حالت
باور کنید این صبر است، این ترس نیست. من اینا با کمال مسئولیت میگم. نهضت از چی میترسونن دیگر؟ نهضت از چی باید بترسد؟ جنگ دیدیم، هجرت دیدیم، خانه ها سوخته شد، تهمت هم دیدیم و الحمدلله مقاومت و مبارزه کردیم، اثبات کردیم که از دستمون یک کارم میبیاد، صلح هم کردیم، همه مرحله رو گذشت نهضت. با از چی بترسیم دیگر؟ همین میگن که مرد یک بار میمیرد و نامرد هر روز. مرد یک بار میمیرد تمام دیگر، نامرد هر روز که کم میکشن ما این روز پگاه هر روز میمیری. خب دیگر این اجل در دست خدا هست. ولی اینجا برادران مطمئن باشید که صبر است. ما بارها گفتیم که صبر نهضت رو، اون صبر یگون انسان امتحان کردن در کار نیست. یک روز نه روز صبرش از دست میرود. دیگر کار که با استخوان رسید دیگر صبر از دست میرود. دیگر ما تا اون لحظه که امکان دارد صبر خواهیم کرد ان شاء الله. حتی یک بار در یک سخنرانی گفتم که تا اون لحظه صبر خواهیم کرد که طرف دیگر شرمش بیاد. بعد در خوجند برادر سوال نوشته است، خطی گفته است که آخر دیدید که بعضی‌ها شرم ندارند، تو کی صبر میکنید؟ شرم نیست، چقدر صبر کنیم. ولی هنوزم جای صبر هست ان شاء الله که در صبر اجر داریم، ثواب هست، وطن حفظ می شود، ثبات و امنیت کشورمون حفظ می شود. یک روز نه یک روز هموطنان ما خواهند فهمید که منصب ها موقتی است، می رود. پرزیدنت هم دائمی ابدی نیست، وزیر هم، وکیلی من هم، رئیسی من هم، هیچ کس ابدی نیست در اینجا. یک روز نه یک روز می رود. من یک روز گپ طولانی می شود، لیکن موضوع گپ است. آشناهار بود، محکم افتادم در یک آشناهار، از ماشین خودش پیاده فرامد آمد، شیشت همراه ما آشناها را خورد و رفت. بعد گفتم که آفرین همین هر یک رهبر باید مثل محکم رفتار کند که بعد آشناها طاقه رفته خودتوند. پرزیدنت باشد و بعد رفته در آشناها یک دوستش طاقه شده خودتوند. از هیچ کس نترسید. انا همیشه باید سیاستمدار رهبر باید همیشه رفتار کند. همه این موقتی است میگذرد ان شاء الله. اگر حج رفتنی باشه پاسپورت زنگرام اجازه میده. نه رسیدگی باشه اجازه نه خیر نیست، اجازت هست. من چندین نفرات رو گرفتم به حج به یگان چیز خانواده خودم. خوش شاید که بعضی مسئولین قانون را رعایت نکرده، یک قانون‌های نانوشته هم هست، ولی شما مراجعت کنید به پروکرور، به سود، یگان قانونگذاری کشور یگان سند حقوقی ما منع نکرده است. برای همین ما در روسیه اجازت هست، در همه جای اجازت هست. در دوره جوانی پولیتیسم که همه در محتاج خواندن هست. جوان خوبی خواندن هست که این که نباشه پیشرفت داره. خب اینجا البته شما سوال نبود، یعنی خودتون گفتید که جوانان باید که با تحصیل فرا گرفته شوند و یعنی با سواد باشند. ما قبول داریم این چیزا. چون ببینید مشکل اساسی ما بی سواد ماندن ملت است. اگر یک نفری که سواد خوبی دینی هم داشته باشد از وی خطر نیست، یا سواد خوبی دنیوی داشته باشد. خطر از کسی سر میزند که نه سواد خوبی دینی دارد نه سواد دنیوی. جاهل است، یا جاهل دنیویت است یا جاهل دینی هست، اون خطر دارد. نسل امروزه ما متاسفانه در یک شرایط اکثریت، من نمیگم همه، تربیت شده ایستادن که نه تعلیمات خوبی مکتب میانه را گرفتن، نه دانشگاه، و نه تعلیمات خوبی مدرسه و اسلامی را گرفته ایستادن. در همه حالت میانه هستند. این واقعا خطر دارد. ما سیستم معارف ما باید بهتر کار کنند. خب گپ زیاد است، اگر روزی گپ زنم ممکن با ساعت‌ها در این موضوع گپ میزنیم، ولی در مجموع من با شما هم فکر هستم که باید به تربیت جوانان و سوادنو کردن جوانان باید اهمیت بدیم. السلام علیکم. علیکم السلام. بعداً یک مشاهده شخصی خدمتی صد در مردم ما یک فرهنگ ما یک زاویه نمیدونم چه خودی چیز است که مثلا احترام بین حاکم و محکوم. یعنی مثلا مشکل وجود داره که مثلا حاکم خیال میکنه که نمیدونم که ما چی باشه که خیال میکنه که باید که مردم خدمتگار ما باشن. چقدر در روسیه هست کلمه که عربه را پیش اصل موندگن، اصل باید برای کشتن عربه است. مثلا روسیه است در مورد برعکس است که بشاید عربه اصل میکشن. مثلا که حاکم باید در خدمت مردم باشه که مردم در خدمت
همین مشکلات و شما حس میکنید میرا اگر من حس کنه پس حزب شما مثلا برافت همین مشکلی چی کنه؟ ببینید نظر ما در این مسئله بازم نظری قرآنی است، از مکتب پیامبران هست، استادان رهبران ما هست. در ما در فرهنگ سیاسی اسلامی یک روایت داریم که رئیس یا سید قوم خادم قوم است. سید القوم خادمهم، یا بعضی‌ها رئیس القوم میگن. و خلفای راشدین وقتی که مسئولیت به دوش گرفته بودند تقریبا در هر کدامش حداقل ما از حضرت ابوبکر و حضرت عمر و حضرت علی این روایت ها را داریم که هر کدامش در اولین خطبهشون برخواستن و گفتن که ما بهترین شما نیستیم، ما یکی از شما هستیم، در خدمت شما هستیم، هر وقتی که اشتباه کردیم ما را اصلاح کنید. و همون مسافر عرب که خست و گفت که با عصام ابوبکر گفت یا حضرت ابوبکر یا عمر گفت، با فکر عمر گفت نه، گفت یا عمر اگر که خطا کردی به دست نه با همین عصام اصلاحات میکنم. خلیفه را خیلی میگفتن حاضر کنی رئیس جماعت اگه پرزیدنت او سمونه که وزیره یک بریگادیر رئیس جماعت 4 نفر در مسئولش مونن او خودش علاقه در اونجا حاکم میداند نه اینکه خادم. ما باید این فرهنگ تغییر بدیم که حس کند یک منصبدار که وی یک اجاره کار هست، ملت و اجاره گرفت. خیلی که مردی کار میروید از بازار برای یک روز در اگراد یا در دیوار کردنتون اجاره میگیرید، حقش میتید. وزیر، پرزیدنت، وکیل، رئیس این اجاره کاری ملت هست که معاشش میتید مردم از کیسه خودش، از کیسه بودجه دولت که در نتیجه انداز و پرداخت‌ها جمع میشود. 5 سال مسئولیت داره که با ما خدمت کنید، راه بسازی، برق تامین کنید، حمایت کنید، ارمیه داشته باشید، دیگر شما اجاره کار هستید. ولی در فرهنگ سیاسی ما چی شده است؟ اون که منصب گرفت مردم رو خادم خودش حساب میکنند، گویا که این منصب رو از پدر و مادرش میراث گرفته است و دیگرها باید در وی خدمت کنند. حتی بعضا مینت هم بار میکنند که اگر من نباشم شما تمام شدید، هیچ کس نیستی دیگر. حالا فکر نمیکنند که قبل از او هزارها آدم بود رهبر، با بعد او هم ان شاءالله تا روز قیامت هزارها کسی دیگر خواهد بود. این فرهنگ رو باید تغییر داد. شما گفتید که آیا همین حس میکنید؟ من حس نمیکنم، در پوست و جانمون این هر روز میبینیم. دیروز اصفهان رفتم برای همون کاری امید جان که شکنجهش نکنم، با پروکرور اصفهان ملاقات کردیم، با رئیس ناحیه نچل میلیشه. بعد گفتیم که همین بررسی شود که این شکنجه نباشد، قانونی حل شود. گفت که ما واقعا تلاش میکنیم که در چارچوب قانون حل شود. بعد گفتم که اگر همین کار در چارچوب قانون حل شود دیگر ما این طرف خویشاوندانش دیگه هیچ طلب ندارن از هیچ کس، از شما هیچ طلب دیگه نداریم، همین قانون حل شد عملی شود. بسیار ناراحت شد، عصبی شد، قریب گفت که شما چه حق دارید از من طلب میکنید؟ کی حق دارد که از من طلب کند؟ شما کلمه طلب استفاده کردید، شما باید از من خواهش کنید. گفتم که من نفهمیدم که کلمه طلب کردن یعنی ما گفتم که اگر قانون رعایت کردید دیگه ما هیچ طلب نداریم. بسیار و ناراحت شد، حتی گفت که اگر وکیل مجلس نمی بودید من دیگه قد شما گپ نمیزدم، ولی نماینده مجلس هستید. وقتی که مردم یا نماینده مردم یا حزب سیاسی یا شهران میگن من طلب دارم، پروکرور عصبی میشود، میگه چی حق دارید از من طلب میکنید؟ باید این زورا کند منو. او فراموش کرده که وای در خدمت این مردم است، از چیزای مردم معاش میگیرد. اونا اجاره گرفتن که اینجا 5 سال تو قانون رعایت کن. وای خودش اونجا حاکم میدوند، دوره شاهی و سلطنت باید که اکنون مردم در خدمتی باشن، اونا زورا کنن. این فرهنگ است لکه. بعد آرامش کردیم، گفتیم خب میبخشیم ما اینجا خطا کردیم، کلمه طلب گفتیم خواهش میکنیم دیگه، از شما یک خواهش داریم، قانون رعایت شود. خب با آرام شو گسیل ممکن تا پایینی داره. بعد اونجا گپ نزدم. بعد اومدیم در داخل حزب گفتیم الکه ببینید فرهنگ سیاسی چه خیلی در کشوری دموکراتی حقوق بنیادی ما که نماینده مقامات خودش دیگر خدمتگار خلق نمیداند و مردم مجبور میکند که از او خواهش کنن. این یک پروکرور یک ناحیه بالاترش چه خیلی است. بعد اون شما گفتید که احترامی طرفین، اینجا احترامی طرفین نه، اینجا احساس مسئولیت باشد. مردم باید داند که اینا خدمتگارن. من ایمان علی قطعی وزیر کارهای خارجی سابق قرقیزستان قدید 2 روز پیش در کنفرانس یک جا شدیم، بعد یک چیز گفت که у нас в Киргизстане сейчас люди перестали бояться власти.
Но, к сожалению, одновременно перестали уважать власть. Это плохо. Я не хочу, чтобы люди боялись власти, но я хочу, чтобы люди уважали власть и закон. одам бисёр бо фарҳанг аст. Касе агар Иман Алиева шиносад, дар замони сулҳи Тоҷикон ҳам хизмат кард. Гуфт ки а как у вас там в Таджикистане? Баъд гуфтам ки у нас до сих пор люди боятся власти, в отличие от вас. Это хорошо или плохо, я не знаю. Но люди до сих пор боятся власти. Но это не привело к уважению к властям. У вас не боятся, но и не уважают. У нас не боятся, но не уважают. کدامش خوب است کدامش بد است من نمیدونم. ولی من نظری خودم گفتم، شاید که خطا کنم. من دیگر اون حاکمی که با من این خیلی مناسبت میکند که از من خواهش کن و فرق نداره کسی هم باشد، من احترام ندارم دیگر و این خیلی ولاسقتی. درست است که میترسی و برای که خدای نکرده اون فتنه را در سرت میبرد، ولی احترام دیگر نیست. برای همین این باید تغییر داد. وقتی که فرهنگی اسلامی میگیم، سیاست اسلامی، این در حزب ما هست. خیلی ما تعریف نکنیم. ما مثلا من شخصا خودم در حزبمون هیچ وقت حاکم تصور نکردم. همیشه میگفتیم برادر که ما خادم هستیم. یک اجاره کار انتخاب کردید. همین چند سالی که هستیم در خدمتتون هستیم با میریم. دوملو نعیم جان 2 دوره در ولایت سوخت ما رئیس بود. هر چند من زارش کردم که یک دوره دیگر باش، خودش همین 1 هفته پیش با خواهش خودش از رئیسی رفت، شاگرد خودش آورد رئیسی شعبه ولایتی کرد. انتخاباتی آزاد شد، 2 شاگردش یکیش پیروز شد. هر چند زارش کردیم. خب این کسان گفت که بیاید ما در فرهنگ سیاسی تاجیکستان خودمون جاری کنیم که یک نفر از 2-3 مراتب بیشتر دیگر رهبری نکند. دیگران باید بیان جوانو حس کنند که هست امکانیت. البته ما هم شوخیش کردم که این یک کاری خیلی ناخوب در حزب جاری کردی. بعد 2 دوره تمام شد منم مجبور میشم که دیگر اگر گفتم اگر یا مردم مگذار که کسل نشدی خیلی منم بعد استعفا میدم. اگه کسل شدی من نمیرم دیگه. وظیفه شیرینی که دیگه. ان شاء الله خوب میشه در آینده. من باور دارم که آهسته آهسته. مرحمت کن. مناسبت همکاری با مفتیات تاجیکستان شده همین مرحله. این سوال اینه که شما همچون نماینده مجلس باشه شما دخالت کردن بتونه بدن پارلمان که همه ایرپورتوی خوجند و دوشنبه کمتر همه تماج میکشه همه پگیدنیش میکشه همه ملیسای سایکوه یک ترتیب بدن بلند بشد یا نه؟ ولی اینجا همه رفته میبیان چقدر همونجا از اون شکنی میتن چقدر مسخره میکنن چقدر حقوق انسان همونجا پایمال میکنن همین اگه ویلاج های دخالت کردن بشد یا نه؟ سلامت باشید. در مسئله رابطه ما با مفتیات رابطه شخصی ما بسیار خوب است. رابطه شخصی خودم با جناب مفتی با تمام داملایی که در اونجا کار میکنن یگان مشکلی نداریم. در معرکه میبینیم سلام علیک و احترامی طرفین الحمدلله هست. ولی همچون 2 تا ساختار 2 تا نهاد در یک کشور 2 نهاد قانونی یکی رسما همچون حزب سیاسی خاراکتر دینی داشته طبق ماده 28 کنستیتوسیون دیگری همچون اتحادی یا که مؤسسه‌ای که مسئول امور دینی کشور هست متاسفانه ارتباط قریب کی نداریم. ما هر چندین معرکات را دعوت میکنیم و باید شرکت کنن. حتی گاگا لقمه هم میپرتیم که ما هم دعوت کنیم که کنید بیاییم ولی تا به حال متاسفانه نشده است. با مفتی قبل خدا رحمتشون کند رابطه‌ای هم شخصی خوب بود هم بعضی چاره‌بینا دو اونا شرکت میکردن ما میرفتیم رابطه خوب بود. گاه درباره نهضت صحبت می شود ولی بیشتر صحبت ها خب گاه منفی است. زبانی بعضی مسئولین مفتیات میشنیم ولی ما یک سیاست داریم که مسئولین حزبم بارها تاکید کردم که شما صبر کنید عذر قبول کنید ولی در جواب هیچ چیز نگویید. نهضت اسلامی تاجیکستان نباید در یگان سخنرانیش نسبت کدام داملای مفتی خطیب یگان صحبت کند. اینا میگن جهادی سکوت.
یعنی جهاد فقط جهاد مسلحانه نیست، همین سکوت کردن در برابر برادرت اینم جهاد است. اون گپ زد و من گپ زدم میشد خرخشه و نقاش. برای همین ما ارتباط شخصی خوب داریم، همدیگر فهمی ها هست، ولی همچون دو ساختار متاسفانه رفت آمد حالا نیست، ولی امید دارم که در آینده بهتر شود و ما باز تلاش خودمون میکنیم. بارها دعوت کردیم در چهاربینون، متاسفانه شرکت کردن نتونستم، ولی از ما هم یگان مراتبه در اینجا دعوت نشده است. اما درباره سوال دومتون آشکار میگم که بعضی ایرپورت ها را خوب میدونم ولی تاثیر زیاد رسونده نمیتونم. خودم یکی از آدمای سرسفر هستم، بسیار سفر میکنم، میدونم اگر تاثیر رسونده میتونستم حداقل برای کاری خودم تاثیر رسونده میتونستم. وکیل مجلس نمایندگان که پاسپورت دیپلماتی دارد و ایمونیته دارد از طرف قانون، نه تنها در کشوری بیگانه حتی در کشوری خودش هم مورد گفتگو قرار نمیگیرد مگر اینکه با طلب پروکورور گنرالی و در حالت علاهیده بالای جنایت. این یک قاعده عمومی هست. اگر رسانه‌های خبری را خوانده باشید یک ماه پیشتر حتی خودی من باگاژ ما در ایرپورت گفتگو کردم. هرچند گفتم که برادر ما پاسپورت دیپلماتی داریم، وکیل هستیم، چرا این خیلی گفت که میدونیم میشناسیم شما را، ولی سپارش است باید که گفتگو کنیم که خلاف همه گونه قانون ها در یگان کشوری خارجی با پاسپورت دیپلماتی هم مرا موردی با جویی گفتگو قرار ندادن و نمیتونم. وقتی میگی وکیل دپوتاتی پارلمان، خب همه فقط مونه من نمیشناسم شخصا، ولی پاسپورت احترام میکنه، پاسپورتی تاجیکستان، ولی در کشور خودمون در فرودگاه خودمون گفت که با میشناسم شما را و میدونیم، ولی این کار صورت گرفت. و گفتیم به مسئولین که مسئولین ایرپورت همین خیلی قانونشکنی میکنن، خب گفتن میآموزیم میبینیم، ولی تا به حال نشده است. من این تمام وضعیتی که شما میگید میدونم راستی گپ، ولی در ما یک فرهنگ شده است که تنقید کردید، گفتید مسئله رو، اون طرف میگه که من به همین آدم چی دشمنی کردم که تنقید کرده ایستاده است، این مسئله رو میبردارد. ولی وظیفه ما همین است که باید بگوییم.